بچه سلام، من فردا صبح راه میفتم میرم سمت رشت. دیگه دارم آماده میشم و وسیله رو جمع میکنم. الان میخوام برم آرایشگاه کله رو مرتب کنم. خلاصه میبینمتون دیگه. الان اومدم خونه، ریشمیشا رو مرتب کردم خودم دیگه و کلم پر موه. یه دوش بگیرم، وسیله رو جمع کنم و بخوام که فردا راه بیفتم سمت رشت. چاکس. بچه‌ها الان دیگه من رسیدم رشت، رفتم لباسا رو عوض کردم و یه دوش و اینا گرفتم. بریم دوربین گلسار شمال. من قبلا دانشگاهم رشت بوده. اگه شهرداری و اینا نمیرم به خاطر اینکه 10 بار رفتم اول. خلاصه ما بیایم اینجا میریم بیشتر دوستامون رو میبینیم، دوستایی که رشتن. حالا میریم کافه. روز دومه، داریم میریم سمت مرداب انزلی. مثلا که تو این تایم از سال تابستون مرداد اینا گلاش شکفته میشن. حالا میریم اونجا نشونتون بدم. ما الان 2 تا جا اومدیم، 3 تا جا اومدیم. مرداب بریم داخلش و سوار قایق شیم بریم گلای لاله رو ببینیم که همشون نبودن. یکی بود که قایق نداشت، بقیه هم نبودن. الکی الان نشون میده، الکی علامت زدن. هیچ. میریم سمت برند سنتر. اینجا آکواریوم هم داره، شاید داره دوره. شاید لباس خرید. خب الان اومدیم کاسپیان. ماگ و پاک و شرط و شرمونک و کلاه و اینا رو گرفتیم و الان اینجا 1 ساعت ما گشتیم. یه دونه تیشرت خوشتوخ پیدا نکردم، ولی یه مغازه دیگه مونده. اینو ببینیم انشالله دیگه اگه نداشته باشه دیگه میخونه. خب بچه‌ها روز بعدی امروز، در واقع شب بعدی ما رفته بودیم بیرون با بچه‌ها با چند نفری. نخواستم تو ویدیو باشم، گفتم شاید دوست نداشته باشم. و الان داریم میریم سمت لاهیجان. شهر باحالیه، پیشنهاد می‌کنم برید. حالا از اونجا فیلم می‌ذارم ببینید چه جوریه. خیلی برای کسایی که مسافر میان زیاد میرن اونجا.
اونا شهر شیک و بالیاره. یه کافه اونجا داریم میریم، کافه اونم کافه ما. پیشنهاد لوکاله، مردم لوکاله. خود بچه‌ها اونجا گفتن بریم. میبینم تو. عزیزان بیننده، ما الان رفتیم اینجا غذا رو زدیم، اینجا که دیدیم غذا رو زدیم و الان داریم میریم سمت یه جای چیزای ترش و شیرین و این چیزا داره، اسمش ملچ بلوچه تو رشت، مثل که معروفه. حالا میریم اونجا نشونتون میدم چی میزنیم دیگه. قربانت دیلایتفول. ما اومدیم الان یه کافه دیگه، بعدش هم احتمال بریم سینما. متاسفانه دوباره بریم شهرداری. اومدیم کافه هیراد. من تو کرجم 100 سال یه بار کافه نمیرم، اینجا هر روز اومدیم کافه رسیدیم. گرمه. ما رفتیم این فیلم رو دیدیم و فیلم اسمش شهر هرت بود. فیلم باحالی بود، بد نبود. من خیلی وقت بود سینما نرفته بودم، احتمالا خیلی وقت دیگه نرم، ولی بدک نبود. یعنی کلا سینما خیلی فازش باحاله، ولی خب فیلم اون شاید زیاد مخاطبش نباشم. خیلی هم اصلا خوششون میاد، نمیدونم. خلاصه دیگه الان دارم میرم سمت خونه. بخوابیم که فردا صبح راه بیافتیم و بریم سمت کرج. من رسیدم خونه، مسیر رو گذاشتم سر جاشون، یه دوش گرفتم. دمتون گرم که ویدیو رو نگاه کردین. منتظر ویدیو بعدی باشین. مرسی که همراهم بودین. مراقبت کنین.